مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش 21% صادرات پسته به خارج از کشور خبر می‌دهند. بر اساس معلومات این اتاق در 9 ماه گذشته به ارزش 24 میلیون و 676 هزار دلار امریکایی پسته از این ولایت به خارج از کشور صادر شده که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. صادرات که از طریق ولایت هرات تا اکنون صورت گرفته در 9 ماه سال 1403 119 میلیون و 329 هزار دلار به ارزش صادر شده به مارکت های مختلف جهان که در برگیرنده نباتات طبیعی، محصولات حیوانی است، میوه‌جات خشک است، تولیدات داخلی کشور و اقلام مختلف دیگر سنگ است و اقلامی که شامل مواد معدنی میشد تمام از این به خارج کشور تا اکنون صادر. اداره اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات نیز از افزایش صادرات پسته و محصولات زراعتی این ولایت و ولایت همجوار ابراز خرسندی کرده میگوید که در حال حاضر در 12630 هکتار زمین در این ولایت پسته کشت می شود. کشور عزیز ما کشور زراعتی می باشه و امسال هم سال با برکتی بود و فرآورده‌های بیشتری محصولات زراعتی و مالداری برداشت شده و از جمله پسته که در هرات حدود 12000 هکتار پسته للمی موجود هست که از او اضافه تر از 5000 تن پسته برداشت گردیده و در هرات زمین آبی پسته موجود است، باغای پسته که اضافه تر از 2000 تن پسته برداشت گردیده و در بخش قوریه و نهالای مثمر بسیار زیادی در هرات موجود است که اضافه تر از 4 لک نهال مثمر در هرات موجود میشه. خوب که ما از لحاظ نهال مثمر و زینتی و جنگلی الحمدلله به هرات خودکفا هستیم. برخی فروشندگان میوه‌های خشک در بازار هرات اما از کیفیت پایین پسته امسال شکایت دارند. آنان میگویند که این محصول پیش از رسیدن کامل برداشت شده و مغز آنها کوچک است که این موضوع بر کیفیت محصول تاثیر منفی گذاشته است. امسال متاسفانه که پسته های ما متاسفانه قبل از اینکه به اصطلاح به بود برسه، یعنی به ثمر برسه، مغز پسته ما که به ثمر برسه وقت پخته بشه او نگذاشتن که برسه قبل از 20 روز قبل از یا 25 روز قبل از اینکه بعد از 25 روز میکندن اون 20 روز 25 روز زودتر به اصطلاح اون چوله شکستوندن و متاسفانه که مثلا از اینکه رفتم و وارد چوله پسته شدن که پستار کخ به اصطلاح لعنما ایراتیا کخ بکندن که مغز دو به هیچ ثمر نرسید. از سوی دیگر اداره محلی ولایت هرات از توسعه کشت نهالهای پسته، بادام و چهارمغز در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد. والی هرات در یک نشست مردمی گفت که این طرح به هدف جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف اجرا می‌شود. چنانچه سال ما خوب پربار بوده در سطح افغانستان، یک سال نیک و یک سال پربار بیاید، باید به امکانات مادی توجه کنیم که او فراخ کردن جنگل ها و درختان در سطح افغانستان است. در این زمینه اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما مثل چشت شریف، اوبه، قسمت های از کشک کهنه، قسمت های از پشتون زرغون، قسمت های از ادرسکن، قسمت های از 5 ولسوالی شندن، فارسی و غیره را به درخت هایی که آنها در مقابل شرایط اقلیمی فعلی در مقابل آب مقاوم باشند و مثمر باشند مثل جوز، بادام، پسته و غیره درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند یک پروگرام داره. قابل یادآوری است که جنگلات پسته للمی در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط سنگی هرات وجود دارد و در سایر مناطق پسته بیشتر در باغ‌ها به صورت آبی کشت می شود.